با گذشت چند روز از کشف گور دسته‌جمعی 215 کودک بومی در کانادا، این خبر همچنان مورد توجه رسانه‌های مهم جهان قرار دارد. مرگ این کودکان به مدارس شبانه روزی ویژه بومیان مربوط می شود که از اقدامات و سیاست‌های تاریک فاتحانه کانادا است. من از خانواده و همه خواهرها و برادرم جدا شدم. ما اجازه نداشتیم با کسی دوست بشیم. به ما گفتن به جهنم میریم چون بومی هستیم. وقتی از مدرسه بیرون اومدم کاری کردن که من از بومی بودن خود خجالت میکشیدم و نمیدونستم کی هستم. حدود 1/3 کودکان بومی بالغ بر 150,000 نفر به زور به این مدارس فرستاده شدند، جایی که تخمین زده می شود مسئولیت مرگ بین 3200 تا 6000 کودک را بر عهده داشته باشد. پیش از این نیز در سال 2015 پرده برداری از پاکسازی فرهنگی و آزار و اذیت کودکان بومی در این مدارس خبرساز شده بود. اگر به این مدارس نمی رفتیم والدین ما زندانی می شدن. این مدارس هویت، زبان و فرهنگ من رو از من گرفتن. در سن 20 سالگی معتاد به الکل شدم، مثل خیلی های دیگه که از الکل و مواد مخدر برای تسکین رنج‌های خودشون استفاده می‌کردن. مدارس شبانه روزی با هدف حذف فرهنگ بومی و جایگزینی آن با فرهنگ فاتحان ایجاد و پس از حدود 100 فعالیت، آخرین آنها 25 سال قبل بسته شد. میراث این مدارس آسیب‌های روانی، اعتیاد به الکل و خودکشی بوده و اثرات آن تاکنون ادامه دارد. پیرو کشف اخیر انجمن حمایت از آسیب دیدگان مدارس اقامتی بومیان خواستار جبران خسارات وارده توسط دولت و پاسخگویی کلیسا و پاپ شدند. حمید مقیمی، خبرگزاری صدا و سیما، تورنتو.